درخت دوستی تقدیم میکند. سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم. به فکرم این پسرک به من چی سوال دارد. سبحان الله و بحمده سبحان الله عظیم. پسر جان، به من یگان سوال داری؟ بله، به شما یک سوال دارم. دنب سگ من بهتر است یا اینکه ریش شما؟ پسرم، یک قاعده هست: اگر ریش من و خود من داخل جنت شویم و این ریش از برای خدا باشد، پس ریش من از دنب سگ تو بهتر است. و اما اگر ریش من و خود من داخل دوزخ شویم، یعنی که ریش من به خاطر خدا نباشد و به خاطر خودنمایی و ریا باشد، پس دنب سگ تو از ریش من بهتر است.